داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان خدمتکار بی‌رحم. روش پتروس شیسا پرسید: استاد، به راستی را که به من بدیه کند تا چنکه گشت باید بخشین؟ آیا 7 گشت؟ عیسی گشت: نه 7 گشت، بلکه 70 گشت 7 بار. بدین وسیله و عیسی لوتید گوشید که اما همیشه باید بخشن. سپس عیسی یه داستان را بیان کرد. عیسی فرمایش کرد: خداوندی ملکوت وقایع مانند ماجرای آب پادشاهی هتد که تصمیم گرفت وتی حسابانه و وتی خدمتکاران تصفیه کند. یک کشا خدمتکاران بدهی معادل دستمزد 10,000 قنطارد. شاجعی که خدمتکاران نتواند یه مقدار بدهی را براواندند، پادشاه دستور داد آیر گوهی جنوزاگه و آی تمام دارایی بهاب کنند. اما مردین زاگا به پادشاه دست و پا کفت و التماس کرد. گوشت: ای پادشاه، استعداد دارین به من مهلت ده تا وتی گرد وامان تا به آخر تقدیم کنیم. پادشاهی دل پرایی سود، پس آی را آزاد کرد و آیی واما بخشید. اما هنگامی که فرد بدهکار پادشاهی دربار را بیرون یاد، زود به وتی همکار سراغ شد که به اندازه 4 ماه شایی طلب کارد. پس آیی گرتا گفت و گوشت: زود امنی پولان بده. آیی بدهکارین رفیق برایی پادان کفت و گوشت: خواهش کنین به من مهلت ده تا تی تمام وامان بدهین. اما طلبکار راضی نبود و بوتی همکار را به زندان تا پریند تا پولا تمام و کمال دند. وقتی یه شخص دوستان یه ماجرا را اشکتش باز ناراحت بودند و به پادشاهی حضورش شدند و تمام جریان برای ارزا رساندند. پادشاه بلافاصله آمرده لوتت و گوشت: ای ظالم پلید، من به تی خواهشتی تویم واما بخشتون تا هم باید همه رفتار گوتی همکارا کرتینه. پادشاه باز غضبناک بود و دستور داد آی را به زندان تاها پریانند و شکنجه دیند و تا آخرین وام دینار نداتا آزادی مکنند. سپس عیسی گوشت: نی پدر آسمانی گو شما همه رفتار را کند اگر شما وتی براسان شاد ته دلم مبخشید. داستانی برگرفته از کتاب مقدس انجیل متی فصل 18 آیات 21 تا 35.